خداوند جل و علا در سوره نساء آیت 10 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. همان آنانی که اموال یتیمان را با ظلم و ستم میخورند و از خود میکنند جز این نیست که در شکم خود آتش را فرو میبرند و به زودی به دوزخ می‌درآیند. از دعا و مالی سه گروه از مردم حذر کنید. از دعای بدی سه گروه از مردم حذر کنید برادران عزیزم. اگر این سه طایفه، این سه گروه انسان ها اگر بالای شما دعای بد کردند، بدانید و یقین کنید که شما ناکامی دنیا و بدبختی آخرت خواهید شد. یکی از آنها این یتیمان است.